وطن تن زخمی و رنجور در گذر زمان. ایران سرزمینی زیبا اما خسته، دیاری که بارها و بارها از زخم خیانت فرزندانش به درد آمده و این چرخ گویی پایانی ندارد. درست است که بزرگان بسیاری در این سرزمین زیستند و تاریخ جهان را دگرگون کردند، اما همچنان لکه‌های سیاه خیانت بر پیکر زیبایش نمایان است. در زمان حمله اسکندر مقدونی به ایران سال 330 پیش از میلاد، سردار ایرانی آریوبرزن با گروهی کوچک در یکی از تنگه‌های کوهستانی مقاومت سخت و جانانه‌ای در برابر سپاه عظیم اسکندر انجام داد. این مقاومت تا مدتی باعث تأخیر در پیشروی دشمن شد، اما در نهایت یک چوپان یا کشاورز محلی مسیر کوهستانی مخفی و کم عبوری را به اسکندر نشان داد که امکان دور زدن یا محاصره مدافعان را فراهم کرد. این اقدام باعث محاصره و قتل عام مدافعان شد و منجر به سقوط سریع تخت جمشید و باز شدن راه برای پیشروی بی‌دفاع ایران در برابر اسکندر گردید. در نبرد سرنوشت‌ساز قادسیه میان سپاه ساسانیان و نیروهای اعراب مسلمان، گفته می شود برخی از سرداران ایرانی از جمله مهرانراز و جابان به دلایل مختلف مانند اختلافات داخلی، نارضایتی مذهبی و سیاسی، نقش مؤثری در ضعف فرماندهی و هماهنگی نداشتند. در برخی منابع عربی ادعا شده که گروه‌هایی از ایرانیان به ویژه زرتشتیان مخالف حکومت ساسانی اطلاعات و راهنمایی‌هایی به اعراب دادند. این شرایط باعث شد سپاه ساسانی در برابر نیروهای اعراب دچار شکست سخت شود و زمینه برای سقوط نهایی امپراتوری ساسانی فراهم گردد. در قرن سوم هجری بابک خرمدین رهبر جنبش خرمدینان در آذربایجان علیه خلافت عباسی قیام کرد. این جنبش با شعارهای ضد عربی و احیای آیین‌های ایرانی نمادی از مقاومت بومی و فرهنگی علیه سلطه خلافت بود. افشین، سردار ایرانی تبار و دوست نزدیک بابک خرمدین که رهبری جنبش استقلال طلبانه و مقاومت علیه خلافت عباسی را بر عهده داشت، در نهایت با خیانتی تلخ و پیچیده با حیله و نیرنگ بابک را شکست داد و به دست عباسیان تسلیم کرد. این اقدام نه تنها ضربه‌ای سنگین به مقاومت ایرانیان وارد کرد، بلکه خیانتی عمیق به دوستی و پیمانهای شخصی بود که میان آن دو برقرار بود. از دید حکومت عباسی، افشین فرماندهی وفادار بود، اما در چشم بسیاری از ایرانیان او نماد خیانت به وطن، دوستان و جنبشی بود که برای آزادی ایران می جنگید. در اوج جنگ دوم ایران و روس، وقتی تبریز زیر فشار روس‌ها قرار داشت، مردم شهر هنوز امیدوار بودند که دروازه‌ها بسته بماند و مدافعان از شهر محافظت کنند. اما یک شب در سکوت و تاریکی خیانتی رخ داد. یکی از افراد وابسته به فرماندهی نظامی یا نگهبانی شهر، هنوز نامش در تاریخ پنهان مانده، دروازه‌ای را برای دشمن گشود. بدون شلیک، حتی یک تیر، سپاه روس وارد شد و تبریز، پایتخت آذربایجان،
بی دفاع سقوط کرد. عباس میرزا هنوز در جبهه‌های دیگر مشغول دفاع بود. وقتی خبر رسید دیگر دیر شده بود. خائنی که باید از مردم دفاع می‌کرد شهر را تحویل دشمن داده بود. بعد از سقوط موجی از ناامنی، قحطی و بیخانمانی شهر را فرا گرفت. بسیاری از مردم تبریز بیگناه و درمانده آواره شدند، گرسنه ماندند و تبریز مقاوم زیر چکمه دشمن خم شد. یک خیانت کافی بود تا امید هزاران نفر خاموش شود. در آغاز حمله مغول به ایران، اوایل سده 7 هجری، سده 13 میلادی، سپاه مغول پس از فتح بخشی از ماوراءالنهر قصد داشت از بیابانهای خشک و ناشناخته شرق ایران مانند کویرهای اطراف خراسان عبور کند تا به نیشابور، مرو و طوس برسد. اما بدون منابع آب کافی مسیرها بسیار دشوار و گیج کننده بود. در همین زمان یک کارواندار محلی، گفته می شود از اقوام ترک زبان یا تاجران ایرانی، در ازای وعده‌هایی از مغول‌ها مثل بخشش مالیات و دریافت طلا پذیرفت که سپاه را از مسیر صحیح عبور دهد. به کمک او مغولان از منطقه کویری گذشتند، به خراسان رسیدند و خیلی زود قتل عام‌های نیشابور و مرو را آغاز کردند. جانها، تنها و حتی حکومتها هرگز ماندگار نبودند و نخواهند بود. جاودانگی در ذات آنها نیست. تنها مادرمان ایران با خاک پرمهری که دارد تا ابد باقی خواهد ماند و هیچ خیانتی هرچند زخم زن و دردناک نتوانسته او را از پا در بیاورد. امید آن روز که دریابیم بیگانه هیچگاه مرهمی بر زخمهای وطن نبوده، بلکه همواره دندان تیز کرده برای زخمی بر پیکر ایرانمان.